ببینید من یه نمونه براتون مثال بزنم در مورد آسیاب‌های آبی که در شهر تاریخی ماسوله داشتیم. تو این شهر تمام آسیاب‌های آبی به واسطه سیل‌هایی که در سال‌های مختلف می اومده از بین رفت. چون آسیاب آبی با آب کار میکنه، ساختمانش در حریم رودخانه ساخته میشه. سیل‌هایی که می اومد ساختمان‌های حریم رودخانه از بین، آسیاب‌ها هم از بین رفت. یه حرکت قشنگی زمان آقای دکتر پورعلی که مدیر پایگاه اونجا بودن خواستن که یک نمونه ای از این آسیاب‌ها رو بازسازی کنیم. مطالعاتی انجام گرفت از طریق ایشون، آدم بازوقی بودن. مطالعاتی انجام دادن و یک سری عکس‌های قدیمی که حالا شهروندان ماسوله در اختیار ما گذاشتن، تا حدودی با اشکال اون آسیاب‌ها آشنا شدیم. در کاشان آسیابانی پیدا کردیم که پسرش نجار بود. سازه چوبی اون آسیاب رو برای ما ساخت و اون آسیاب رو ما راه اندازی کردیم. الان آسیاب پشت کلانتری ماسوله است و برای عموم. یکی از شهروندان زمینش رو در اختیار اداره میراث فرهنگی گذاشت. اداره میراث فرهنگی با بودجه دولتی این ساختمون رو ساخت و مسئولیت حفاظت و بهره برداری از اون رو به مالک زمین. ساغری سازان پشت مسجد حاج سمی یه خونه بود، خونه آقای جاوید. سال 90 تخریبش کردن. روز تخریب ما با معاون اداره آقای دکتر پورعلی رفتیم سر بنا، ازشون خواهش کردیم که تخریب نکنن. با درگیری و فلان رفت دیوان عدالت اداری و حکم چیز رو شکستن، بهش پروانه دادن، ساختمون چهارطبقه ساخت. به هر حال اون آقای جاوید هم امروز نیست، به هر حال فوت کرده. بهشتی میشناسیم دیگه. تاکسی این ساختمون رو بردم بهش نشون دادم، تو کلاس پیپش رو روشن کرد. گفت هر دفعه یه چیز میارین جیگر منو میسوزونی. ملک شخصی ما معنی نداره. این دیگه مال همه بود. اگر قرار است به این آقا پروانه‌ای داده بشود، همون رو باید عین به عین بسازه. داخلش رو میخوای براش تغییر بدی، تغییر بده. یعنی ضوابط این رو میگه اگه کسی بنای تاریخی رو تخریب کرد، بهش دارید پروانه میدید، باید عین همون ساختمان رو بسازه. حالا این اون ساختمون وجود داره، مستنداتی هست ازش. وظیفه اداره میراث فرهنگی ابتدا اینه، وقتی که یک بنای ثبت میشه، تصاویر، نقشه ها همه در مدارک اداره میراث فرهنگی است. اون آقا رو میخوایم ملزم کنیم به بازسازی عین به عین، ما باید مستنداتش رو داشته باشیم. میگیم بر اثر حادثه‌ای تخریب شده، آتش سوزی، زلزله، سیل. ما مستنداتی داریم برای بازسازی عین به عین. دیدگاه مردمان شهر راجع به بنای تاریخی اهمیت داره در حفاظت از اونها. خوشبختانه یا متاسفانه بیشتر بناهای تاریخی شهر ما رشت تو بازار واقع شده و اینکه مردم انتظار داشته باشن که سیستم دولتی موظف بیاد محل زندگی من، محل کسب من رو با این شرایط اقتصادی که توی سیستم دولتی و حکومتی هست مرمت کنه، این اشتباه است. این اتفاق در دوره‌های گذشته با توجه به بودجه‌هایی که وجود داشت میافتاد. تو همین بازار رشت سال فکر میکنم سال 90 یا 91 بود، سرای تاقی کوچیک یک سردری داشت در حال ریختن. اداره میراث فرهنگی بودجه‌ای گذاشت، اونو مرمت کردیم. ما ابتدایی که شروع کرده بودیم به مرمت اینجا، همه منتظر بودن که این تخریب بشه، بعد دوباره یه چیز دیگه ساخته بشه. دیدگاه اون بخش از مغازه ها نسبت به کار مرمت عوض شد وقتی اون کار تموم شد. پس میشه اینطور اینو با این هزینه کم، حالا چه اداره انجام بده چه مالکی. اونجا بعد مراجعه میکردن که مثلا اداره میراث فرهنگی این کارو برای ما بکنه، این مغازه رو برای ما مرمت کنه. من خودم همیشه بهشون میگفتم آقا این ملک مال شماست، اصلا مال اداره میراث فرهنگی نیست که بخواد بیاد برای شما هزینه بکنه. اداره میراث فرهنگی یه چراغ هدایتی باعث باشه که بگه آقا شما این رو باید اینطور کار کنید، شما از تخصص اونها استفاده کنید در این زمین، نه اینکه بیاد برای شما هزینه بکنه. این هزینه ها یه هزینه هایی که ما تک و توک انجام بشه که دیگه بقیه یاد بگیرن بدونن که این اتفاق شدنیه.
شهر تاریخی ماسوله رو که سال 81 پایگاه پژوهشی اونجا راه اندازی شد و اون زمان آقای دکتر شفیعی و گروهشون اونجا مستقر شدن. اولا که مردم اون اعتماد رو نداشتن که بناهاشون رو در اختیار اداره قرار بدن که براشون مرمت گفتن اینها بلد نیستن. نتیجتا اداره شروع کرد از بناهایی که در اختیار خودش داشت به مرمت کردن. بعد یک به یک اعتماد میکردن و خونه ها رو میسپردن و مرمت میشد. بعد دیگه اواخر به جای رسیده بود که اصرار داشتن که اول مانمه مرمت بشه که این قضیه چند سال ادامه پیدا کرد. امروز توی ماسوله هر اتفاقی که میفته اون راه قبلیه که مردم خودشون با بودجه خودشون دارن ادامه میدن. نمیگم که الان پایگاه میراث فرهنگی اصلا اونجا هیچ کاری نمیکنه، کار میکنه، مثلا ضوابط رو بهشون اعلام میکنه، یه بناهای عمومی رو مورد مرمت قرار میده. کاروانسرای سعادت رو داریم که یکی از زیباترین کاروانسراهای رشته. بالای 20 نفر سرمایه گذار میشناسم که دوست داشتن اینجا رو در اختیار بگیرن و مرمت کنن، استفاده کنن، اما هیچ ورثه‌ای یا هیچ کسی که بخواد همکاری بکنه، بفروشه، اجاره بده وجود نداره. اولا که همه مالکینه بناهای تاریخی وظیفه شخصیشونه که ملکشون رو حفاظت کنن، اصلا ربط به هیچ ارگان و سازمانی نداره. من این مغازه‌ای که دارم توش زندگی کار میکنم، کسب میکنم، یا این خونه‌ای که توش زندگی میکنم، اولین حادثه‌ای که پیش بیاد من آسیب میبینم. برای چی منتظر هستم که یک سازمان یا یک ارگان دیگه بیاد اینو مرمت کنه؟ مگه خونه خودم، اتاق خودم و هر سال من نقاشی، رنگامیزی یا تغییرات نمیدم که بتونم بهتر زندگی کنم؟ خب یه بنای تاریخی هم همینطوره، هیچ فرقی نداره. محل کسب هم همینطوره. روحیه ما تو یک مکان تمیز و زیبا خیلی بهتر میتونه باشه تا یک مکان مخروبه و موقتی. به خاطر روح خودم، برای آرامش روح خودم بایستی به منظری که هر روز دارم بهش نگاه میکنم توجه بکنم. به دیوارم، به کف، به سقف، به این عناصر باید توجه بشه.